دوستای عزیزم سلام، امیدوارم که روز خیلی عالی داشته باشید. در ارتباط با حواشی عشق ابدی من تصمیمی که گرفتم اینه که دیگه هیچ ریاکشنی به هیچ کدوم از رفتارهایی که دارم میبینم نشون نمیدم، به دلیل اینکه وقتم، روحم، روانم و هدفم اونقدر برام با ارزش هست که نمیخوام لحظه‌ای به چیز دیگه‌ای به جز اون فکر کنم و هر کس مختار هر کاری که دوست داره در ارتباط با من انجام بده و هر چیزی رو تولید کنه. به هیچ عنوان استرس از چیزی ندارم و نمیترسم، چون اشتباهی نکردم. پیج تبلیغات من رو زدن، اصلا برام اهمیتی نداره. پیج زدن برای من تایمش 1 ثانیه هستش و من راه درآمدم 5 ساله داخل استانبول از راههای دیگه‌ای هست، کار توریست هست و خیلی چیزای دیگه و ذاتاً من احتیاج به تبلیغات ندارم. حالا اگر که نون ما سر سفره کسی دیگه‌ای میره و میتونم پولدارتر بشن، چرا که نه؟ ما نیکی می‌کنیم و در دجله میندازیم. طبیعت خودش برمیگردونه خیلی چیزا رو به ما و فقط خواستم بهتون بگم اگر از اینجا به بعد از من ریاکشنی ندیدید، ویدیویی ندیدید در ارتباط با عشق ابدی، دلیلش این هستش که انسان‌هایی که آگاه هستن خودشون میتونن خوب و بد تشخیص بدن و متوجه رفتارها بشن و انسان‌هایی که نادون هستن و ناعادلانه قضاوت میکنن تو نادونی خودشون باید باقی بمونن تا درسشون رو از اون لحظه بگیرن و حق هیچ وقت پایمال نمیشه. دوستتون دارم.